ای خداوند، تو ما را برای مقصود و هدف خاصی خلق کرده ای و نه فقط برای هر انسان بلکه برای هر موجودی هدفی داری. ولی اعتراف می کنیم که ای پدر پرمحبت و ای خالق هستی ها، ما انسان ها غالباً در هدفی که تو برای ما برداشته ای و داری قدم بر نمی داریم. در نتیجه نه فقط گمراه و از راه راستی منحرف می شویم و اسیر اهریمن می گردیم، بلکه زندگیمون نیز مملو از گرفتاری ها، مرض ها، بلاها، ناامیدی ها و تأثیرات و نگرانی ها می شود، به طوری که هیچ هدفی را طی نمی کنیم و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهیم. ببخشی خداوند که ما به سوی تو برگردیم و در هدفی که تو برای فرد ما داری ای خداوند زندگی خود را آغاز کنیم و اگر در این راه با سختی ها روبرو می شویم آنان را پذیرا باشیم، زیرا می دانیم که تو به ما صلح و سلامتی خاطر و شادی حقیقی عطا می کنی اگر در تو زندگی کنیم و مطابق میل تو عمر خود را به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت، مظهر شادی و صلح و سلامتی و محبت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس. در روزنامه کیهان شماره 465 سال 1993 میلادی چاپ لندن در صفحه اول خبر بسیار غم‌انگیزی رو چاپ کرده و با تیتر بسیار درشت به همه درباره اوضاع تأسف آور جوانان ایرانی صحبت کرده و میگوید 400 جوان از جنگ برگشته در شهر نوشهر خودکشی کردند و در خودکشی جوانان ایران بالاترین رقم را در دنیا دارند. سپس می‌فرماید نسل جوان در ایران از زندگی بیگانه شده است. نسل جوان در ایران از زندگی بیگانه شده و بیشتر خودکشی‌ها بر اثر فشارهای روانی است. دائما این است که شما جوانان عزیز که صدای ما را میشنوید و در چنین حالت و موقعیتی هستید، پیام این ساعت را گوش بدهید و از خداوند آرامی و هدف و مقصود زندگی را بیابید. راستی چرا جوانان که آینده و امید کشور هستند باید با زندگی بیگانه شوند؟ چرا باید با زندگی بیگانه شوند؟ چرا نه فقط جوانان بلکه پدران و مادران و بزرگان نیز به زندگی امید خود را باختند و انگار فقط به خاطر خانوادهشون که زندگی رو بر مرگ ترجیح دادن و اگر فرزندان نداشتن مرگ رو ترجیح می دادن؟ البته دلایل این که چرا بیشتر جوانان با زندگی بیگانه هستند بسیاره، ولی مهمترین ریشه اینه که ریشه اصلی بیگانگی با زندگی همانا نداشتن هدف و یا منحرف شدن از هدف و مقصود خلقت می باشد. مهمترین عاملی که سبب بیگانگی جوانان و همه انسانها با زندگی می باشد همانا نداشتن هدف و یا منحرف شدن از هدف و مقصودی که خدا برای ما در زندگی دارد. و این درست چیزی است که انجیل مقدس تعلیم میده و میگوید همه گمراه شدند و از هدف و مقصود زندگی که خدا برای آنان برگزیده سقوط کرده و نسبت به زندگی بیگانه شده و در نتیجه از جلال خدا نیز محروم می باشند. بدون شک این جوانانی که مرگ را بر زندگی ترجیح داده و خودکشی کردند و یا هزاران جوان دیگر که در آرزوی مرگ هستند این سال را از خود کرده و خواهند کرد که خدایا
چرا مرا در چنین دنیای بی‌معنی و ناامیدانه‌ای خلق کرده ای؟ برای چه به دنیا آمدم؟ مقصود از آمدنم چیه؟ و چرا باید تاریکی در راه زندگیم باشد و نه نور؟ خدایا اگر تو خدای مهربان و پدر پرمحبت هستی، چرا باید اینقدر فشار روحی و جسمی بر من بیاد که طلب مرگ را بکنم و خود را بکشم؟ دوستان عزیز، کلام مقدس انجیل می‌فرماید خداوند همه انسانها را، شما را، برای مقصود و هدف بسیار خاص و نیکو و پرباری خلق کرده است. شما در نزد خدا بسیار عزیز و پرارزش هستید و شخصیت بسیار بالا و والا و مفیدی دارید. خدا شما را بیهوده خلق نکرده. بنابراین اگر امروز ناامید و سرگردان هستید و از زندگی خسته شده اید و مرگ را ترجیح می دهید و سختی ها، ناملایمات و زورگویی ها زیستن را به شما تلخکام ساخته است، بدان که در طریقی که باید باشید قرار نگرفته اید و راهی را که طی می کنید راهی نیست که خالق مهربان برایت برگزیده است. پس ای برادر عزیز، ای خواهر گرامی، ای که پشتت به وسیله بارهای گران زندگی خم شده و از سفر عمر خسته و کوفته شده ای و نسبت به زیستن بیگانه ای، به سوی راهی که خدا در عیسی مسیح برایت برگزیده بیا. راهی که به شما مقصود میده، راهی که هدف میده، امید میده، شادی میده و تسلی میبخشد. راهی که در آن خواهی دید که زندگیت عطیه آسمانی است و شاد بودن و امید داشتن جزی از آن می باشد. چون کسی که به عیسی مسیح روی می آورد صدها دلیل پیدا می کنه که او را به زیستن وامی دارد و محبت و عشق به آنچه خدا ساخته و آنچه که خدا برای او در نظر دارد شعله‌ور می گردد. برای نمونه حضرت پولس در رساله خود که به مسیحیان شهر فیلیپی می نویسد میتونه بهترین نمونه این واقعیت زیبا و انکار نکردنی باشد که اگر شخص مسیحی واقعی باشه، نه مسیحی اسمی، چقدر زندگیش پرمعنی، پربار و لذت بخش و صفاور است. او به خاطر ایمانش به مسیح زندان بود. پولس در این موقعی که این دستورها رو می نویسه در زندان بود، با مرگ روبرو بود و میدانست که احتمالاً شهید خواهد شد. حالا او در زندان از خدا گله و زاری نمی کنه که خدایا چرا تو اجازه دادی که من به این روز بیفتم؟ من که از تو پیروی می کردم، من که اوامر تو را انجام می دادم، من که به خاطر کلام تو زحمت کشیدم، به جای اینکه آزاد باشم الان در زندانم. خیر، میگه برای من زندگی کردن مسیح است. برای من زندگی مسیح می باشد. اگر بمیرم با شادی خواهم مرد، چون به آغوش منجی زنده خود خواهم رفت، و اگر زنده بمانم زندگیم را در وقف منجیم به سر خواهم آورد و با شادی این کار را نیز خواهم کرد. زیرا خدمت در راه مسیح افتخاری است که به من داده شده و در حالی که دوستان در بدترین شرایط ممکنه روزهای خود را داشت به سر می آورد، رو به مسیحیان فیلیپی میکنه و این دستور را به آنان میده که ای مسیحیان فیلیپی، در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. دوبار این امر را تکرار میکنه، دوبار دستور میدهد که میگوید خوشحال باشید، شاد باشید و در خداوند شادی کنید. این آیه بسیار پرمعنی و دوستان عزیز حائز اهمیته. ببینید شادی که ما مسیحیان داریم و یا شادی که در اینجا پولس رسول امر کرده ما در خود داشته باشیم، منبع آن خود خداونده. میگوید در خداوند شادی کنید. منبع این شادی خداست که جاودانه، ازلی، ابدی، عادل مطلق و انصاف است. خداوندی که همه چیزها را میداند، خداوندی که همه چیز به او تعلق دارد. ببینید هیچ مذهبی نمیتواند به شما چنین شادی عطا کند، زیرا مذاهب دیگر شادی ها را از منابع مختلفی به پیروانشون وعده میدهند. شادی در مقام، شادی در بهشت، شادی در ثروت، شادی در علم، شادی در پیرو داشتن.
اما همه این منابع فانی می باشند و در نتیجه ناپایدارند، ولی شادی که خدا عطا می کند یک شادی ازلی، حقیقی و ابدی می باشد که هیچ چیز نمی تواند بر آن غلبه کند. نه ابرها و نه طوفان‌های زندگی و نه ظلم و شرارت و نه تهدیدات و خطرات مرگ، هیچ چیزی. ببینید پولس با مرگ روبرو بود اما شاد بود. مسیحیان دلایل آسمانی مهمی دارند که چرا باید همیشه شاد باشند. چند نمونه خدمتتون عرض می کنم تا ببینید که چرا ما بایستی همیشه و در همه حال در خداوند شاد باشیم. اولا شادی یکی از ثمرات روح القدس می باشه. کسی که روح خدا رو داره لاجرم شاده. دوم اینکه ما بخشیده شده ایم، یعنی فیض خدا شامل حال ما شده. اگر فیض خدا شامل حال ما شده، مگر نه اینکه جای شادی و افتخار و خوشحالی می باشد. زیرا فیض یعنی چیزی که لیاقت آن رو نداشته ایم ولی خدا مجانا آن را به ما عطا کرده است. سوم اینکه نه فقط از اسارت گناه آزاد شدیم، بلکه خداوند به خاطر ایمان به مسیح به ما حیات جاودانی نیز عطا کرده. یعنی نه فقط ما را آزاد کرد بلکه هدیه ابدیت یا حیات را نیز به ما داده است. یعنی به ما این اطمینان رو داده که پس از مرگ نیز به حضور او خواهیم رفت و جای هیچ شک و تردیدی نیست. اگر منجی زندمون در حضور خداست، ما نیز پهلوی او خواهیم بود. و خود مسیح این وعده را داد و فرمود هر جایی که من باشم شما نیز خواهید بود. چهارم دوستان، خداوند به ما انسانهای نالایق و ناپاک وقتی که توبه میکنیم مقام فرزندخواندگی عطا میکند. ما را مثل فرزندان خود به حضورش میپذیرد و در نتیجه ما از مزایای فرزند روحانی خدا بودن نیز بهره‌مند میشویم که در این مورد میشه ساعتها صحبت کرد. پنجم، خداوند در همین عالم خاکی و در همین ساعت و همین لحظه با عطا کردن روح القدسش حضور خود را به ما ثابت میکنه. و وقتی که خدا با ماست کیست به ضد ماست؟ وقتی خدا در زندگی ماست دوستان عزیز، شادی همیشه با ماست. وقتی شما در قلبتون احساس حضور خدا را بکنید، مگر نه اینکه شادی الهی در وجودتون خواهد بود؟ مسلماً که اینطوره. چون تا قلب بشر در خدا آرام و قرار نگیرد، هرگز دوستان عزیز نمیتواند تسلی و آرامی و شادی بیابد. در خداست که ما شادی را میابیم و حضور روح القدس این آرامی را به ما عطا میکند. حضرت پولس به مسیحیان امر میکند که به مزایا و عنایات و فیض خدا در زندگیشون همیشه نظر کنن تا این شادی جاودانه در وجودشون باشه. دوست عزیز، تمنا میکنم که لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که چه چیزی نیروی زندگی برای شما می باشد. چه چیزی بهت امید میده که زندگی کنی. چه عواملی تو را به سوی راحتی و امنیت حقیقی میکشاند و یا منبع شادی واقعی و امید زندگی شما چیست؟ در کجاست؟ اگر خدا نباشه، اگر مسیح نباشد، بدان که هر نوع شادی دیگری دارید فانی می باشد. و کتاب جامع حضرت سلیمان که بعد از این کتاب ما اون را مطالعه خواهیم کرد، این حقیقت را به ما ثابت می کنه که حتی تمام ثروت دنیا را داشته باشید، تمام لذت‌های عالم را داشته باشید، محدودم نباشید، به این نتیجه خواهید رسید که همش باطله. اما اگر با خدا باشید شادی جاودان است. از آیه 4 الی 8 از کلام خدا براتون میخونم. این دستور خداوند برای زندگی من و شما می باشد. میگوید در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا و شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. و سلامتی خداوند که فوق از تمامی عقل است، دقت کنید، و سلامتی خداوند که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. خلاصه ای برادران عزیز، هرچه راست باشد، هرچه مجید،
هرچه عادل، هرچه پاک، هرچه جمیل، هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. در این آیات حضرت پولس نوع زندگی مسیحایی در دنیای آلوده و گناه‌آلود رو بیان می کند که هر کدومشون میتونه دلیلی بر عنایات و فیض خدا در زندگی ما باشه. قبل از اینکه درباره هر صفتی که میگه توضیح بدهم، اجازه میخوام که این آیات رو به زبان ساده تر یک بار دیگه به عرضتون برسونم. تأکید حضرت پولس در این آیات بیان منبع و سرچشمه و علت زیستن ما مسیحیان است، یعنی خداوند. میگوید در خداوند همیشه شاد باشید و باز هم میگویم شاد باشید. و به خاطر آنچه که خداوند برای شما نموده است در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید و به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی برمیگردد. برای هیچ چیز قصه نخورید، در عوض برای هر چیز دعا کنید. هرچه لازم دارید به خدا بگویید و فراموش نکنید. از او تشکر کنید که جواب دعاهای شما رو میدهد. اگر این کار را بکنید به آرامش خدا دسترسی پیدا می کنید. این آرامش خیلی عالی تر از آن است که فکر انسان بتواند درک کند. شما که به عیسی مسیح ایمان آوردید، آرامش خدا به فکر و دلتون راحتی و آسایش می دهد. پس برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این رو هم بگویم که فکرتون رو روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید و درباره چیزهای فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران نیز تأمل کنید و درباره چیزهای فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. در آیه 5 حضرت پولس به ما دستور میده که به عنوان یک مسیح نه فقط همیشه باید شاد باشیم، بلکه اعتدال در زندگی پیشه خود کنیم و در نتیجه ملاحظه دیگران رو میکنیم. مبادا حق دیگران را پایمال کنیم، مبادا حق دیگران را پایمال سازیم. دوست عزیز، جای تأسفه که امروز دنیای ما از این صفت بسیار مهم، یعنی اعتدال بودن، پیروی نمیکنه و مردم حتی آن رو نمیپذیرن. زیرا خودخواهی، خودطلبی، خودپسندی، غرور چیزی است که دنیا اونو میپسنده. ولی عیسی مسیح به ما تعلیمی میده که برخلاف دنیاست. میگه در هر چیز اعتدال شما آنقدر باشه که مردم بدانند شما در فکر دیگران هستید، نه در فکر خودتون. و در قسمت دوم آیه 5 پولس میگه خداوند نزدیکه. اعتدال داشته باشید چون که خداوند نزدیکه. مقصود اینه که عیسی مسیح به زودی برمیگردد و چون مسیح به زودی برمیگردد شما باید اعتدال را پیشه خود کنید، هرچند براتون سخت باشه. چرا؟ چون او شما را پاداش خواهد داد. در آیه 6 یکی دیگر از رازهای موفقیت در زندگی مسیحایی را بر ما مکشوف میکنه. میگوید شما برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه برای همه چیز در دعا از خداوند طلب کنید. ببینید دوستان عزیز، این خیلی آیه است مهم. برای ما ایرانیان نوشته شده. میگوید شما برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه برای همه چیز در دعا از خدا طلب کنید. اندیشه کردن عامل اندوه و غصه میشه. حضرت پولس توجه ما را به دستوری که خود عیسی مسیح داد میفرماید که برای فردای خود اندیشه مکنید. او میداند که ذات انسان به خاطر عدم اطلاع از آیندهش همیشه نگرانه و در حال اندیشه کردن برای یک آینده نامعلوم خودش می باشه. اندیشه نمودن یکی از راههایی است که شیطان برای نابودی و یا دزدی شادی و لذت بردن از زندگی ما انسانها به کار میبره. سعی میکنه افکارمون رو مشوش کنه تا شاد نباشیم و از عطایای خدا در این عالم بهره مند نشویم و لذت نبریم. پولس رسول روی دو جمله، یعنی هیچ چیز و همه چیز، این آیه رو داره میچرخونه که وقتی خوب روی آن تفکر کنیم مقصودش رو خیلی خوب میتونیم بفهمیم. او میگوید که ای مسیحیان، لزومی ندارد که اجازه بدهید نگرانی افکار شما رو تسخیر کنید. در عوض برای هیچ چیزی نگران نباشید، ولی
برای همه چیز به درگاه خدا بیایید، همه چیزها را در درگاه خدا تقدیم کنید و با ایمان از خداوند تشکر کنید. ببینید، نمیگوید شما از آینده فرار کنید، نمیگوید بی خیال باشید و فکر فرداتون نباشید، خیر، بلکه میگوید هیچ نگرانی از فردا و فرداهای دیگر را در فکرتون راه ندهید. نگران بودن از مسائل زندگی برای کسانی است که اعتماد به خداوند ندارند و بر خدا تکیه نکردند یا همه زندگی خود را در بست تقدیم و تسلیم خدا ننمودند. اگر شخصی زندگیش رو تسلیم خدا نکرده، حق دارد نگران باشه و باید هم در نگرانی عمرش رو به سر بیاوره. اگر کسی از فیض خدا بهره مند نشده، باید نگران باشه که عاقبتش چه میشه. اگر کسی از خدا طلب بخشش و رحمت نکرده و از خدا پیروی نمیکنه، باید نگران فردای خودش باشه، زیرا عاقبتش تاریکه، مبهمه. ما نباید از کسانی که تسلیم خدا نشدن انتظار این رو داشته باشیم که زندگیشون در امن و امان و راحتی، فکر نگرانی ندارن و خوشحالم هستن، خیر. زیرا چنین افرادی فاقد امید حقیقی و آینده درخشان هستند. ولی شخص مسیحی یا کسی که زندگیشو تسلیم خدا کرده و از منجی جان و کلمه حق داره پیروی میکنه، از کسی داره اطاعت میکنه که حتی بر مرگ هم پیروز شد و به زودی به این جهان برمیگرده تا جهان را داوری کنه و بر عالم حکومت نماید. وقتی چنین کسی یار و یاورت باشه، وقتی چنین کسی پشتیبان تو باشه، وقتی چنین کسی حاجات تو را برآورده کنه، آیا نگرانی در زندگیت راه باید داشته باشه؟ نگرانی به معنی عدم ایمان و عدم اطاعت و عدم تسلیم به خداوند یکتا و منجی جهان عیسی مسیح. برای همینی که حضرت پولس میگه که شما درباره مسائل زندگی و آیندهتون فکر بکنید، اما اجازه ندهید که نگرانی فکر شما را پریشان سازد و بر افکارتون غلبه کند. اندیشه های دنیا شما را نسبت به قدرت و کار خدا مشکوک میکنه و سبب لغزش ایمانتون میشه. پس شما که تسلیم خدا شده اید، شما که به وسیله فیض خدا در عیسی مسیح بخشیده شده و صاحب حیات جاودان شده اید، برای هیچ چیز اندیشه مکنید. برای چیزهایی هم که ندارید نگرانش نباشید، بلکه بیایید همه چیزها رو، حتی آنچه که ندارید، در دعا به خدا بگید. همه این مسائل زندگیتون رو، مخصوصا آنچه که ممکن است فکرتون رو همیشه مشغول سازه و نگران کنه، اون رو به درگاه خدا بیاورید و آن رو در پیشگاه خدا قرار داده به دست خدا بسپار و نگران آن نباش که خداوند خودش تو را رهبری و هدایت خواهد کرد و عطایایی که لازم داری به شما عطا می کند. خیلی از ماها به درگاه خدا میایم، مشکلات، نگرانی ها و آن چیزهایی که روزگارمون رو تباه کرده است با ایمان در درگاه خداوند میاریم، با دعا به خداوند میگوییم و حتی میگوییم خداوندا بر تو توکل میکنیم، ولی پس از دعا دوباره فکرمون گرفتار نگرانی هاست. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید افکاری که تو را نگران کرده در حضور خدا قرار بده و خودت رو از آن جدا و آزاد ساز. اگر از خدا طلب کمک کردی، دیگر چرا نگران نشستی؟ اگر نگران باشی گناه میکنی. میدونی چرا؟ چون عملا داری به خدا میگی که خدایا به تو اعتماد ندارم. پس دوست عزیز، اگر بارهای افکارتون که نگرانتون کرده اون رو به پیشگاه خدا میآورید، در همانجا قرار بدهید، اون رو اونجا بگذارید و بگویید که خداوندا من این مشکلات و نگرانی های فکری و ذهنی خود را به پیشگاهت میارم و به تو که توانا و قادر مطلق و واقف بر همه چیز هستی میسپارم تا توی خدا خودت مرا کمک کنی. و دوست عزیز، پس از دعا کردن دیگر نباید برگردی به این چیزها، نباید باز دوباره نگران آنچه باشی که به خدا تقدیم کردی. خداوند میفرماید تو آن را به دست من بسپار، مثل یک شبان نیکو تو را رهبری و هدایت خواهم کرد. اشکال ما انسان اینی که خیال میکنیم خدا احتیاج به کمک ما داره و یا عملا میگوییم که درست است خدا واقف بر همه چیزه، ولی این من هستم که باید با قدرت و حکمت خودم این کارها را بکنم و چون نمیتونم انجام بدم باز نگران میشم. حضرت پولس میگه شما که مسیحی هستید برای هیچ چیزی نگران نباشید، بلکه همه چیزهایی که عامل نگرانی میشود در دعا به پیشگاه خدا عرضه کنید، یا بارهایی که بر پشتتان هست
اون رو در پیش پای مقدس او بگذارید و بگذارید او بارهای افکارتون را حمل کند، زیرا فقط در چنین حالت و موقعیتی است که می توانید همیشه شاد باشید، زیرا ایمان دارید که خداوند آینده شما را می چرخاند. پس برای هیچ چیزی قصه نخورید. در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه دارید آن را به خداوند بگویید و فراموش نکنید که از خدا تشکر کنید که جواب دعاتون رو میده. اگر این کار را بکنید آن وقت است که به آرامش خدا دسترسی پیدا میکنید. این آرامش خیلی عالی تر از آن است که فکر انسان بتونه اونو درک کنه. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، آرامش خدا فکر و دلتون راحتی و آسایش میده. دوست عزیز، در ابتدای برنامه صحبت از عدم آسایش فکر و غریب بودن با زندگی بود که عامل فرار جوانان از زندگی می شود. در این آیه متوجه می شویم که یکی از علتهایی که مسیحیان از آرامش الهی محروم هستند اینه که نیازهای خود را در دعا به درگاه خدا نمی آورند و اگر هم می آورند آن را تسلیم خدا نمی کنند و یا فقط بعضی از چیزها را در دعا به حضور خدا می آورند. ببین دوست من، آیا ایمان داری که خدا قادر است که مشکلاتت را حل کند؟ پس عملاً ایمانت را ثابت کن و این حقیقت را بپذیر که خداوند تو را دوست دارد و میخواهد تو را یاری بده، کمک کنه. پس با ایمان به حضور او بیا. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد و شاد باشید. در خداوند شاد باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.